الو 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 1 2 3 1 2 3 امتحان میکنیم. رفتم یه دوش گرفتم، الان میخوام ماسک بذارم، بعد بدون که سر صدا کنم یه صبحونه درست کنم دیگه، یکم کتاب بخونم، 1 2 ساعت دیگه برمیام. و یه کار اداری هم دارم، نامه ایه، یعنی بعد نامش رو درست کنم، حاضر کنم، امی بندازه تو صندوق پستی. ایمیلامو چک کنم. با بچه های روزانه چطور حرف دارم، بعد چت اینا جواب بدم. خلاصه که یکم صبر شده، 1 2 ساعت دیگه میرم بیرون. بله، میخوام توی این ولاگ در این مورد بگم که ای کاش قبل از کنکور ای کاش قبل از پایان نامه میدونستم. یعنی میخوام به یه سری از نکاتی اشاره کنم که خیلی به درد پانم میخوره. و اینکه من سرما خوردم، نمیدونم باید چیکار کنم، سرم گرفته و تحملش کنید. واقعا دقت کردین من از وقتی اینجا اومدم چقدر سرما خوردم؟ همش گفتن به آب و هوای اونجا عادت نداری، عادت کنی درست میشه، ولی خب از قرار معلوم بازگار پاییز میاد و همچنان تغییر نکردیم. وقتی یه کار پروسه‌ای دارم که انجامش باید بدم، یه چیزی مثل کنکور، مثل نوشتن یه مقاله یا پایان نامه، برای خودم یه روتین در کنار حالا اون روتین کاری خودم ایجاد میکنم، برای اینکه بهم انگیزه بده تا برم و اون کار رو انجام بدم هر روز. اینکه شما هر روز پشت میز بشینید واقعا خیلی سخته. و برای اینکه این انگیزه رو در خودم ایجاد کنم، من قبلا میرفتم توی پارک میدویدم، ولی کاری که اخیراً میکنم اینه که میرم کنار رودخونه و کتابمو با خودم میبرم، صبح شروع میکنم به خوندن اون کتاب. حالا یه تراول ماگ پر از قهوه هم میتونم با خودم ببرم، یا مثلا مامان برام یه لقمه میذاره، لقمه رو با خودم میبرم. وقتی که همه خوابم من میزنم بیرون و میرم کنار رودخونه، نگاه میکنم به آدمایی که صبح اومدن دارن میدوئن، آدمایی که مثل من کتابشون آوردن، کسایی که دارن قایق سواری میکنن، ورزش میکنن، و اینا همه من انگیزه میده. میدونی میخوام چی بهت بگم؟ میخوام بهت بگم برو سراغ اون لذت هایی که هیچ هزینه‌ای نداره به صورت مادی، ولی از عمق جانت خوشحالت میکنه. و صبحها قبل از شروع کارت یا شبا قبل از اینکه بری بخوابی، یعنی کارتو تمام کردی، یا هر تایم دیگه ای، مثلا من زمان کنکور بین پارت صبح و عصرم میرفتم توی پارک و میدویدم. این روتینه رو برای خودت ایجاد کن. حالا اون میتونه قدم زدن باشه، دویدن باشه، کتاب خوندن باشه، کافه رفتن. البته من میگم بازم سعی کنین خیلی هزینه نداشته باشه و سراغ کارهایی از جنس همین پیاده رویه برید. بچه‌ها خیلی ذهنتون رو باز میکنه و میتونم بهتون تضمین بدم حالتون بهتر میشه، و از اینکه هر روز یه کاری و تکراری انجام بدین خیلی بهتره. دیروز یه جاده‌ای بود کنار اون جایی که نشسته بودم، چون برای اولین بار رفتم کنار رودخونه که نزدیک خونمونه و شروع کردم که کتاب بخونم. مامانم هم اومد، یه کانوا هم با خودش آورده بود و در حال بافتنی بود، بماند که اون کانوا رو من باید ببافم. بعد دیدم که کنارش نوشته چارلز ریور رود و گفتم خب فردا دوچرخه رو برمی‌دارم، چون یه دوچرخه دارم الان. گفتم که فردا دوچرخه رو برمی‌دارم و میام پیاده روی، دوچرخه سواری. فکر میکردم جای قشنگی باشه، ولی اصلا فکر نمیکردم که در این حد قشنگ باشه. بچه‌ها حتی یه گوشه از زیبایی‌هاش هم من نتونستم توی این فیلم نشونتون بدم. از خود اون جاده‌ای که میاین تا سرسبزیاش، تا این رودخونه‌ای که کنارتونه، تا این اسکله بهش بگن چی میگن نمیدونم، چیزای کوچولو کوچولویی که اینجوری گذاشتن هر بریدگی که مردمی که دوست دارن بیان بشینن و از هوا، از رودخونه، از این همه نعمت خدا لذت ببرن.
از هر کدومش هم بخوام بهتون بگم من نمیتونم بگم واقعا انقدر قشنگه. دیگه نمیدونم بعد چی بگم. میخوام من با سگش اومده، انشالله که از اون سگ بهشم نکاست. بفرمایین چای سبز. هنوز داغه. این چای سبز رو وقتی میریزم توی فنجون سفید انقدر رنگش قشنگه، واقعا یه سبز زیباییه. بگذاریم، من فکر کنم کنار رودخونه که بودم براتون یکم حرف زدم. یه سری چیزا هم هستش که توی ولاگ بعدی به مناسبت نزدیک شدن، یعنی تقریبا 1 سال شدن مهاجرت ما و بیرون اومدن از ایران میخوام بگم. یکم درد و دل کنیم با هم، یکم نظر شخصی راجع به مهاجرت بگم بعد از 1 سال. ولی توی این ولاگ میخوام راجع به یه چیز خیلی مهمی حرف بزنم، در مورد پایان نامه. چرا؟ چون خودم هنوزم دارم پایان نامه می نویسم و دارم در واقع اصلاحش میکنم. اگر تاییدیه بگیره و خدا بخواد شهریور دیگه باید دفاع کنم. چون خیلی پروسش طول کشید برای من و خودم همش رو نوشتم، چون خب شاید بعضیا انشالله که شما جز اون دسته نیستید ولی خودشون ننویسن و من چون خودم همش رو نوشتم، خودم از 0 تا 100 رو رفتم جلو، فکر کردم یه سری تجربیات برای کسایی که میخوان خودشون بنویسن، نه اینکه بدن دور میدون انقلاب برشون بنویسه، دارم که میتونم با بقیه اشتراک بذارم. پس گفتم توی این ولاگ راجبش توضیح بدم یه سری اشتباهاتی که شاید بهتر بود انجام نمیدادم. پس بریم که داشته باشیم. خب من اینو توضیح بدم که وقتی که میخوایم موضوعتون رو انتخاب کنین، اولا سعی کنین موضوعتون رو دیگه کم کم از اواخر ترم 2 و اوایل ترم 3 دیگه انتخاب کنین. اگه میخواین این اتفاق بیفته، یعنی شما از همون روزای اولی که وارد دانشگاه میشین، هر چیزی که میشنوین، هر مقاله جدیدی که میخونین یا هر مبحث جدیدی که میبینین، باید به این فکر کنین که آیا این میتونه اون زمینه مورد علاقه من باشه که من اساساً برم و اونو بیس آکادمیک خودم قرار بدم. اگر قصد دارین که مقاطع بالاتر رو ادامه بدین، اگر قصد دارین که توی اون مقطعی که هستین ریسرچ داشته باشین، خب پس شما باید زمینه مورد علاقتون رو پیدا کنین. من خیلی آدم خوشبختی بودم که، یعنی اون ورودی ما خیلی آدم خوشبختی بودیم که یه سری از اساتید اون موقع بودن، یه سری از اساتید خوبی که هنوز اون موقع ها بودن توی اون دانشگاه و به ما خیلی کمک میکردن که ما مسیرمون رو پیدا کنیم و توی یک راه درستی بیفتیم. یکی از اون اساتید که قرار بود استاد راهنمای من باشه، با توجه به راهی که من هی داشتم میرفتم یا مثلا زمینه هایی که به استادم میگفتم، به من این خط فکری رو داد که برم به سمت environmental policy یا environmental security. اینا متفاوتن با هم دیگه ها، ولی کلا در حوزه حالا یا امنیت زیست محیطی یا سیاست گذاری در حوزه محیط زیست منو به این سمت فرستاد و ایشون جزو معدود استادایی بود که اصلا در این زمینه اطلاعاتی داشت، چون خیلی از مباحثی که موضوعات زیست محیطیان و دیگه بین رشته‌ای میشه بین ما و بچهای محیط زیست، چیزیه که تخصصش واقعا توی ایران من ندیدم استادی داشته باشه. و وقتی که اومدم اینجا من یعنی خدا رو 1000 بار بابت شکر میکنم که همین الان من اصلا ارشد رو رها کنم، یعنی این ارشد تموم بشه و بعدش دیگه دکترا نخواهم بخونم، چه بمونم چه برگردم. من یک تخصصی رو اینجا یاد گرفتم که 100 سال سیاه اگر ایران میموندم اونو یاد نمیگرفتم، چون کسی این علم رو نداشت که به من بده. یک مقوله بین رشته‌ای که اساساً خیلی کمی روش کار میکنن، نهایت چیزی که توی ایران توی این حوزه کار بشه یا هیدروپولیتیکه بیشتر توی ایران، یا اصلا کلا در مورد واتر سکیوریتیه، یعنی امنیت آبه، چون ما بیشترین مشکلمون همینه. یا نهایت یه بخشی روی تغییرات اقلیمی کار کنن. ولی وقتی من در مورد تغییرات اقلیمی صحبت میکنم با شما، اینجا یه تغییرات اقلیمی که میگین
100 تا زیرشاخه دیگه براش باز میشه. شما میخواین اقتصادی داشته باشین که مبتنی، یعنی سازگار با تغییرات اقلیمی باشه. شما میخواین اون پناهنده ها و اون مهاجرایی که به خاطر تغییرات اقلیمی زندگیشون به این سمت رفته رو مثلا ساماندهی کنید، برای اونا میخواین سیاست گذاری کنید. هم اینا خیلی هر کدوم زیرشاخه های متفاوتی داره. من الان نمیخوام راجع به این صحبت کنم باهاتون. میگم من خدا رو شکر میکنم که حداقل اومدم اینجا و فهمیدم یک جهان عظیمیه خود این موضوعی که من میخوام برم دنبالش. اون موقع که من دانشگاه تهران بودم، خب ایشون استاد راهنمای من بود. یک اطلاعاتی به نسبت بقیه اساتید اطلاعاتشون بیشتر بود تو اون حوزه که من میخواستم کار. اون موقع من بیشتر تمرکزم روی امنیت زیست محیطی بود. تنها چیزی که میشد اون موقع روش کار کرد همین بود. بقیه حوزه ها انقدر به هر استادی میگفت من خیلی راجع به این اطلاعی ندارم، یا مثلا میپیچوندنت، حالا چرا اینو برداشتی، برو یه چیز دیگه ای بردار. خب پس شما اول موضوعتون رو روش فکر کنید. بعد اینکه با استاد راهنمایی برید پایان نامتون رو بردارید که هم باش راحت باشید، هم بهتون پاسخگو باشه، یعنی وقت داشته باشه. من متاسفانه اون ایام یه اتفاقاتی حالا توی دانشگاه افتاد واسه استادمون که در نهایت هم منجر به خروج ایشون از دانشگاه شد. من کارم خیلی پیچیده شد، یعنی من خودم میدونستم یه اتفاق برام میفته، ولی پافشاری کردم چون میگفتم شاید 1% بذارن استاد توی این دانشگاه بمونه. من نفر اول فکر کنین رفتم پروپوزالم رو ارائه دادم، ولی چون استاد راهنمام حالا اصلا نمیخوام وارد این حرفا بشم، من پروپوزالم به گره خوردن رسید و تایید نمیکردم پروپوزال من، اگه یادتون باشه. نفر آخر، یعنی آخرین روزایی که دیگه دم عید بود، من پروپوزالم تایید شد. شاید من اگر یکم زودتر تایید میشد الان پایان‌نامه‌ام تموم کرده بودم. پس نرید دنبال دردسر، نرید دنبال حاشیه. شاید یه استاد خیلی خوب باشه ولی نذارن که باهاش کار کنید بچه‌ها. بعد اون وقت اعصاب خوردیش براتون میمونه، بی‌انگیزگیش براتون میمونه و کارتون کش میاد. دنبال دردسر نباشید. موضوعی که انتخاب میکنین باید بچه‌ها براش محدوده بذارین. اینا رو حتما استاد راهنماتون بهتون میگه. محدوده زمانی مکانی اگر داره رو مشخص کنین، نذارین خیلی کارتون گسترده بشه. من یک موضوعی رو برداشتم که خود استاد میگفتش که این تو هر فصلش رو میتونی یه کتاب کنی. خیلی موضوع من موضوع گسترده ایه و بسیار هم مهمه. یه جورایی میشه گفت تاریخ امنیت زیست محیطی ایران معاصره که من دارم مینویسمش و خب این خیلی 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 کار وسیعیه. وقتی که مهی اون موقع من بعضی از اساتید میگفتم و میگفتن خیلی گسترده است، مهی رو محدودترش کن، و هی سعی میکردم که محدودترش کنم ولی یه جاهایی واقعا نمیشد. خب این مفصل بودن کار من باعث شد که خود کار کش بیاد عملا. پس یه همچین موضوعی رو بر ندارید، جدا بهتون میگم. شما میتونید یه موضوع خیلی ساده تر بردارید. فکر نکنین الان میان به شما نوبل میدن اگر یه پایان‌نامه سخت بنویسید. شمایی که پایان‌نامه سخت می‌نویسین با اونی که یه ذره موضوعش آسون تره، به خدا هیچ فرقی ندارید از نظر استادا. به خصوص توی ایران اون چیزی که مهمه اینه که شما بتونین ازش مقاله پابلیش کنین. اون چیزی رو که می‌نویسین بهش تسلط داشته باشین و تمیز بنویسیدش. شاید شما یه موضوع خیلی خوب داشته باشید، یه چیزی که هیچ کسی، هیچ احدی روش کار نکرده، مثل کاری که خودم دارم انجام میدم، ولی نتونید اونو خوب از آب در بیارید. بعد در حق اون مطلبم شما در واقع کوتاهی کردید. پس یه موضوعی برای این که واقعا از پسش بر بیاد. فکر نکنید که حالا برمیدارم یه کاریش میکنم، هیچ کاریش نمیتونید بکنید بچه‌ها. پایان نامه زیاد بخونید. دوم نمیدونم اصلا مورد چندم دارم میگم. بچه‌ها پایان نامه زیاد بخونید. نه مقاله ها، پایان نامه بخونید. مثلا ما توی قسمت نمیدونم اینو من خودم انجام ندادم. یکی از اشتباهات من این بود که من فرمت پایان نامه رو زیاد نخونده بودم. من مقاله نوشته بودم، میدونستم که پایان نامه بالاخره گسترده‌تر از مقاله است، ولی خود فرمت پایان نامه رو نداشتم و همش من مدام باید کتاب راهنمامو باز میکردم. استاد همون کتاب داشت، اون کتاب باز میکردم اونو نگاه میکردم. ولی اگر شما پایان نامه زیاد بخونید از همون ترمای اول کار ارشدتون، اصلا دستتون میاد هر چیزی چجوری باید بنویسین.
من فکر کنم یکی از بچه‌ها مدام از کتابخونه دانشگاه پایان نامه ها رو میگرفت. حالا این پایان نامه بهتره که مرتبط با موضوعی باشه که میخوایم بنویسین، ولی اگرم نباشه اشکال نداره. شما ترم اول هستین، برید از هر موضوعی که فکر میکنین دوست دارین پایان نامه بردین و بخونین. خیلی 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 موثره بچه‌ها. یه کار دیگه‌ای که هست اینه که وقتی شروع کردین، موضوعتون رو انتخاب کردین، اصول راهنماتون رو انتخاب کردین، پروپوزالتون رو خواستین بنویسین، از هوش مصنوعی استفاده کنین. نه اینکه بدین هوش مصنوعی براتون بنویسه، بهش بگین بهتون رود مپ بده. بگو من موضوعم اینه، میخوام پروپوزال بنویسم. من اون موقع استفاده نکردم چون اون موقع خیلی مرسومم نبود استفاده ازش، درسته 2 سال پیش بود، ولی الان انقدر شما هر روز هوش مصنوعی جدید میاد، اون موقع نه. مثلا نمیدونم چرا مرسوم نبود، شاید الانم خیلی بازم بعضی از بچه‌ها استفاده نکنن. ولی بگین که بهتون رودمپ بده، بگین من موضوعم اینه، به من یه رودمپ بده که من بدونم از کجا باید نوشتن پروپوزال رو شروع کنم. بچه‌ها با استاد راهنماتون مدام در ارتباط باشین. یعنی هر هفته که یه چیز جدید می‌نویسین، هر هفته ببرین نشون بدین، حتی اگر یه خط باشه. وقتی با استاد راهنمایی بردین که باش راحتین ولی مدام در دسترس نیست، این مشکلات رو دارین که نمیتونین باهاش هی چک کنین و اینا هی رو هم تلمبار میشه. بعد شما یه روز میبینیدش، بعد یه ماه 2 ماه بعد میگه خانم فلانی، آقای فلانی، شما باید اینو بعد یه دفعه میبینی 100 مورده که تو باید درستش کنی و اینا یه دفعه ترس برات ایجاد میکنه. اینم از این. حالا ما فرض رو بر این میگیریم که شما پروپوزالتون توی گروه تصویب شده. قدم اولی که باید برمی‌دارین این باشه که ددلاین بر خودتون مشخص کنین که چه زمان باید پایان‌نامه رو تموم کنین به صورت حدودی. مثلا بگین که من باید شهریور دفاع کنم، من باید چه میدونم خرداد دفاع کنم. اینو بر خودتون باید مشخص کنین. هرچند که این باز بینش فاصله میفته، انقدر که استاد ایراد میگیره و تو باید بری اصلاحش کنی، این پیش میاد. ولی خب بالاخره بذار یه چیزی برای خودت بذار، همینجوری علا برکت، یعنی چی گفتم، همینجوری یلخی بری جلو نباشه. بعد که ددلاین برای پایانش انتخاب کردی، یه ددلاین برای هر فصلت بذار. بگو مثلا من فصل 1 رو باید تو 1 ماه بنویسم، فصل 2 رو دیگه باید تو 1 ماه بنویسم، چه میدونم اینجوری. نمیگم دقیقاً بیا مشخص کن 34 روز 21 دی میخوام تمومش کنم، نه من نمیگم اینجوری، من میگم یه چیز حدودی برای خودت مشخص کن. و بعد بر اساس ددلاینی که مشخص کردی، بر اساس تایمی که داری، مثلا اگه اون موقع هنوز دانشگاه میری، اگر سر کار میری، ببین چند ساعت در روز داری که برات میمونه که میتونی پایان‌نامه‌ت رو روش کار کنی. به طور مثال 4 ساعت برات میمونه. بعد میگه اگه من میخوام سر 6 ماه تموم کنم، روزی چند ساعت باید بشینم سر پایان نامه، تقسیمش کن. یه ساعتی بهت میده، x ساعت، چه میدونم 2 ساعت، هر چقدر، من الان نمیدونم واقعا. مثلا بهت میگه روزی 2 ساعت. بچه‌ها پایبند باشین به اون روزی 2 ساعتتون. اگر که یه روز فاصله بندازین، یه روزتون بشه 2 روز، بهتون قول میدم شما 1 هفته 2 هفته نمیرید سر پایان نامتون. نذارید که فاصله بین نوشتن فصلاتون زیاد بشه. وقتی میگم ددلاین بذارین، خودتون رو پایبند میکنین. میگه هر جوری شده من باید سر 1 ماه تمومش کنم. حالا امروز نرسیدم انجامش بدم، چون باید سر 1 ماه تمومش کنم، فردا به جای 2 ساعت 4 ساعت باید بشینم. اگه فردا نرسیدم، از جمعه جبرانش میکنم. اگر قرار بوده جمعه 2 ساعت کار کنم، 4 ساعت کار میکنم. این ددلاین گذاشتن این فایده هر رو داره. این کاری بود که من نکردم. من یه فصلش رو الان می‌نوشتم میرفتم، یه فصلش رو یه ماه دیگه می‌نوشتم. خب این خیلی بد بود، خیلی طولانی کرد کار من. و اینکه برنامه داشته باشین، یعنی همین چیزی که بهتون گفتم، بدونین که روزی چقدر باید روش کار کنین. یه پایان نامه، تعهد، برنامه داشتن و یک روتین داشتن مهمترین چیزیه که باعث موفقیت کار شما میشه. بهتون گفتم موضوع سخت هنر نیست. اینکه شما بتونید یه موضوع، هر ولو موضوع راحت، موضوعی که همه روش کار کرده باشن اصلا، اون موضوع رو به شکل بسیار تمیز و منظم نوشته باشینش و یک دفاع جانانه ازش کنین، اون کار ارزشمندتری از اینه که شما یه موضوع سخت بردارین، با یه دست 100 تا هندونه بردارین
ولی نتونین یه دونش هم سالم به مقصد برسونی. من کارم خیلی طولانی شد چون من با برنامه جلو نرفتم و همش من آخه اون سال بدی بود برای من هم داشتم کارهای چیز انجام میدادم. من ترم 3 بودم دیگه که تصمیم گرفتم بیام، داشتم کارهای اومدنم رو انجام میدادم، در حال تافل دادن و چه میدونم مدارک رو آماده کردن و با دانشگاه ها مکاتبه کردن، اصلا خیلی شلوغ بودم. بعد من ترومای بسیار شدیدی رو تجربه کردم پاییز اون سال، 401 بود دیگه، امان از اون پاییز. و آره من اون سال خیلی سال سختی بود مثل خیلی از کسای دیگه برام، و افسردگی گرفتم. من دقیقا تا خود تابستونش من افسردگی داشتم، اواخر تابستون تقریبا من افسردگی داشتم و من خب استادم اخراجش کردن، پروپوزالم تصویب نمیشد، اینستاگرامم که دیگه کسی نمی اومد تقریبا و روزای بسیار سختی بود. من کارم خیلی عقب انداختم، هی میگفتم که ولش کن، حال ندارم، ولش کن، فردا بشینم درست میشه، پس فردا خودم میشینم به جای 1 ساعت 4 ساعت میخونم و هیچ وقت این کار نمیشد. و من اینجوری بودش که بعد از عید شروع کردم عملاً به نوشتن، یعنی من پروپوزالم رو کی تموم کردم دی، ولی دیگه تا بعد از عید من اصلا نرفتم سراغ کارام و عید که فهمیدم که ادمیشن یعنی پذیرش گرفتم من از فلچر، عید بود دیگه. بعد دیگه اون موقع اینجوری بودم که مجبوری تمومش کنی و سعی کن قبل از اینکه بری دفاع کنی. بعد دیگه این که من تازه بعد از عید بود که شروع کردم، بعد هی باز انقدر کارهای اداری داشتم بعد از عید که خیلی کم فرصت میکردم و فکر کنی اون افسردگی همچنان با من بود. نمیخوام توجیه کنم ولی خب واقعا خیلی سخت بود نشستن و برگشتن پشت میز. بعد دانشگاه هم تموم شده بود، یعنی دیگه کلاس نمیرفتم. این نرفتن به خود دانشگاه، من تو خونه میشینم آدم نوشتن نیستم، من باید یا برم یا سالن مطالعه یا که یه کافه جایی، من تو خونه بشینم نمیتونم خیلی درس بخونم با اینکه هیچ کس هم تو خونه نیست. این تو خونه نشستنه باعث شد که من حواس پرتیام زیاد باشه و انجام ندم دیگه. من فکر کنین 2 تا فصل آخر رو تقریبا 1 ماه قبل از اومدنم نوشتم، تا اونجایی رسوندمش که رسید به نتیجه گیری و جلسه اول با استادام مثلا 1 هفته قبل از اینکه برم سفارت گذاشتم. بعد دیگه اومدم اینجا و اینجا هم حالا داستانای خودش رو اصلا من کلا پایان‌نامه ایران بوسیدم و گذاشتم کنار، با اینکه در حاله از ابهام بود که چجوری میخوای دفاع کنی آنلاین، با اینکه آنلاین عملا خیلی از جاها قبول نمیکنن و با یکم مشکله برای منم هنوز تو الا بالله که بتونم آنلاین دفاع کنم یا نه. ولی یکی از بچه‌هایی که اینجا هست و دانشگاه تهرانیه تونست آنلاین دفاع کنه، نه دانشکده ما ولی خب بالاخره دانشگاه تهران بود و دفاع کرد و این منو امیدوار کرده که بتونم آنلاین دفاع کنم. بچه‌ها من یه مورد بدی دیگه که داشتم این بودش که بذار اینا هم بگم خیلی حیف نگم، مثلا توی رفرنس دادن من از اند نوت استفاده نکردم. حالا یکی از اند نوت استفاده میکنه یکی از یه چیز دیگه ای، ولی من دستی انجام دادم با اینکه خب منابع فارسی شما عملا مجبورین از حالت دستی یعنی دست نویس باید انجامش بدین و منم بیشتر منابعم چون کار تاریخ ایرانه به فارسی بود، خب این مشکل رو داشتم. ولی سعی کنین از اند نوت استفاده کنین که قشنگ رفرنس های ته پایان نامتون رو همون لحظه داشته باشین. من رفرنس درون متنی داده بودم ولی میگفتم آخرش میشینم رفرنس های آخر متن رو میدم، ولی این اشتباه بود چون باید 1 دو دور دیگه من این پایان نامه رو میخوندم، میرفتم بین فایلای پایان نامه میگشتم، منبعی جا نمونه، همه رو دوباره ضمیمه میکردم توی رفرنس های پایانی. ولی اگر که از اند نوت استفاده کنین همونجا براتون در لحظه رفرنس پایانی هم میده. ولی یه کار خوبی انجام داده بودم که این خیلی کمکم کرد، این بودش که هر فصلی منابعش رو توی یک فولدر جدا گذاشته بودم، مثلا نمیشه فصل 1، بعد منابعش رو ریخته بودم تو همون
فولدر، فصل 2 مرا، یعنی اینجوری قراقاتی همه رو یه جا نریخته بودم، دسته‌بندی کرده بودم. و برای رفرنس پایانی یکی از چیزایی که کمکم کرد این بود که یهو رفتم تمامشون رو باز کردم و هرچی منبع بود داخل اون فصل رو اومدم وارد کردم. و اگر یه مقاله‌ای رو خوندین و احساس کردین که این به دردتون نمیخوره، ازش هم استفاده نکردین، حذفش کنین، نذارین که الکی توی فولدرتون بمونه. این چیزایی بودش که من به نظرم لازمه بدونید. حالا الان میخوام برم بشینم سر پایان‌نامه‌ام. استاد چند تا نکته گفته، ایراداتش رو بگیرم بفرستم، جلسه دوم برگزار بشه و بفرستیم بره برای دفاع. انشالله که بتونم دفاع کنم، چون الان اوایل ترممونم هست. تو این یکی دو هفته قبل از شروع خدایا دانشگاه که باید تموم بشه. بعد از دیگه شروع دانشگاه ما بمونیم و دفاع و اسلایدهای پایان‌نامه. حرف زدم 21 دقیقه حرف زدم، ولی نمیدونم چقدرش رو سخن پایانی بگم که بچه‌ها من یه دونه از این دفترها دارم، هر بخشی رو که می‌نویسم اینجوری یه تیک جلوش میزنم. وقتی که بنویسین حساب کار دستتون میاد. البته اینجا چون مثلا نمیدونستم که مثلا میگم این دسته دوم چند تا بخش داره، ننوشتم از قبل، ولی برای درس خوندن، برای پایان نامه نوشتن مباحث رو مشخص کنین و هر قسمتی رو که میخونین یه تیک جلوش بزنین. خیلی 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 روش خوبیه. من کنکوری هم که بودم برای خودم مشخص میکردم، اون موقع مثلا تیک نمیزدم، یه خط میکشیدم روش، ولی هیچ فرقی نمیکنه. همینه که بدونی. همین دیگه، بشینم این ولاگو ادیت کنم و براتون آپلودش کنم، چون قول دادم که هفته یه دونه ولاگ داشته باشیم. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشین.